با ما در ست سلام صبح بخیر استاد نصرت الله وفایی عالم دین و همچنان در رابطه به فلسطین به مسلمانان چه ربط داره و چه اهمیت برای ما داره صحبت می داشته باشیم با جناب استاد. استاد سلام، خسته نباشین، صبحتان قشنگ، خیلی خوش آمدین. نو سلامت باشین. عرض و ادب احترام دارم به شما و همکاران شما، امیدهای عزیزی که از صفحه تلویزیون ما را بیننده هستند. هر جا باشن موفق و کامگار باشن. بخیر و عزت باشین، سلامت باشین. جناب استاد، همیشه از فلسطین، از قدس، از مسجد الاقصی، از خود غزه که خبرهاش در شب و روز خیلی گرم است همیشه شنیدیم. گهگاهی به نقاط فکر میکنیم که شنیدیم تحقیق نکردیم، مثلا در رابطه به ای که خود در فلسطین قبله اول مسلمان ها بوده. بین زیادتر بدانیم که فلسطین چه ربط به مسلمان ها داره. الحمدلله وحده و الصلاة و السلام علی من لا نبی بعده، اما بعد. قال الله سبحانه و تعالی: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. الآیه. پرسش خوبی کردین. این موضوع فلسطین یک موضوع خیلی اهم و مهم است. دقیقاً. گاهی اوقات شخصا خودم در صفحات مجازی میگرم میبینم بعضی جوانان میپرسند میگوید فلسطین چه ربطی به ما دارد؟ دقیقاً. از بس در مورد فلسطین شنیدیم خسته شدیم. بعضی گاهی اوقات بعضی جوانان در پیام خویش و یا در صفحات مجازی میگذارد میگوید خود فلسطینی ها سرزمین خود را برای یهودی ها فروختند یا چرا صلح نمیکنن. جملاتی هست که در صفحات مجازی زیادتر دیده میشه. میخوام در این مورد برای شما اشاره کنم. اولا خدا را سپاسگزار باشیم که الله سبحانه و تعالی برای من شما بزرگترین نعمت خوش را که اسلام را عنایت فرمود. الحمدلله. و بعدا از الله خالصانه دعا میکنیم الله سبحانه و تعالی هیچ سرزمینی را چه مسلمان چه غیر مسلمان مورد تجاوز بیگانگان قرار ندهد. و عکس جنگی که امروز در فلسطین جریان داره، در غزه و در بیت المقدس و مسجد اقصی و اطراف و اکنافی که قرار داره، او جنگ خیلی متفاوت‌تر از جنگ‌هایی که در دیگر ممالک کشور قرار داره. چرا؟ به خاطر اینکه ربط فلسطین به مسلمان‌ها یک ربط اعتقادی است. درست. آیه، احادیث، روایت‌های زیادی در مورد فلسطین و در مورد مسجد اقصی برای من شما روایت شده. چه آیه چه احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، ولی در مورد دیگر ممالک‌ها یا به دیگر کشورها برای ما شما همچون روایتی وجود نداره. فلسطین چه ربطی به ما داره؟ فلسطین سرزمینی است که سرزمین مقدس از نص صریح قرآن ثابت است. الله سبحانه و تعالی در سوره مائده آیه 21 میفرماید وقتی که داستان حضرت موسی علیه السلام را برای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وحی میکنه، حضرت موسی علیه السلام برای قوم خود که یا قوم ادخلوا الارض المقدسه، ای قوم من شما داخل شید در سرزمین مقدس. این از این نص صریح قرآن، از این عبارت واضح قرآن فهمیده میشه سرزمین قدس و یا سرزمین فلسطین سرزمین مقدس بوده. و همچنان سرزمین فلسطین سرزمینی است که الله سبحانه و تعالی این سرزمین را مبارک دانسته. در سوره اسراء آیه اولم الله سبحانه و تعالی میفرماید سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا. این نسبت پاکی بود آن ذاتی را که رسول الله صلی الله علیه و سلم برد از مسجد حرام و مسجد اقصی، بارکنا حوله، ما برکت بخشیدیم حول آن را، اطراف آن را. و سومین ربطی که مسجد فلسطین بر ما داره، سرزمین فلسطین سرزمین جهاد، سرزمینی است که رسول نازنین صلی الله علیه و سلم این سرزمین را سرزمین جهاد دانسته. حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است لا تزال طائفة من امتی لا تزال طائفة من امتی علی الحق ظاهرین لعدوهم قاهرین. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید یک عده از گروه از امتان من همیشه آنها بر حق استوار هستند و علیه دشمنان اسلام میرزمند. اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پرسان کردند، گفتند یا رسول الله اونها کی هستند؟ ایهم، اونها کی هستند؟ قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ببیت المقدس و اکنافهم. اونها گفتند در بیت المقدس و اکناف بیت المقدس، فلسطین، غزه، شام، همه را شامل می باشد. این حدیث دلالت بر این میکنه. و همچنین حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از سرزمین فلسطین بهترین سرزمینی است، زمینی که بهترین سرزمین در روی زمین بوده و همچنین ساکنانش بهترین بندگان الله سبحانه و تعالی می باشد. این حدیث را حضرت مکحول
وقتی میفرمایید ما نزد واصله بن اقنع یا اسقع رفتیم، از او پرسیدیم، گفتیم یک حدیث رسول خدا صلی الله علیه و سلم برای ما بیانگر شو. آنها گفتن رسول خدا صلی الله علیه و سلم یک جا نشسته بود، حضرت معاذ نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم آمد، از رسول خدا مشوره گرفتن، گفتن یا رسول الله برای ما مشوره بدید در کدام سرزمین ما زندگی کنیم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت علیکم بالشام، شما زندگی به شام کنین. علما میفرماید شام، فلسطین همه را در تحت کلمه شام داخل است. اولا کلمه شام سرزمین های لبنان، همچنان سوریه و غزه و امثال که کشورها و ولایت هایی که در نزدیک محوره شام قرار داره همه در تحت شام داخل است. رسول نازنین صلی الله علیه و سلم گفت که علیکم بالشام، شما در شام زندگی کنین و انها صفوة بلاد الله، بهترین سرزمین خدا هست. لذا از این احادیث و همچنین از آیه هایی که قبلا خواندم، از همه اینها برداشت می شود که سرزمین فلسطین یک ربط اعتقادی به مسلمان ها داره. وقتی که الله سبحانه و تعالی سرزمین مقدس گفته است، سرزمین مبارک گفته است، سرزمینی که سرزمین مجاهدین و سرزمینش را بهترین سرزمینی خوانده که بندگان الله سبحانه و تعالی در آنجا زندگی میکنند. بسیار خوب. یکی مسئله فلسطین هست. مسئله فلسطین زیادتر موارد را در بر میگیره. کشور دوزداشتنی، خاک دوزداشتنی و مقدس که خداوند متعال 5 بار در قرآن عظیم شان توصیف کرده از این سرزمین مقدس. در رابطه با مسجد الاقصی برای ما بگوین که چقدر اهمیت داره و ارتباط مسجد الاقصی با مسلمان ها چیست؟ تاریخ چی میگه؟ مسجد اقصی مسجدی است که اولین مسجدی که دومین مسجدی که روی زمین وضع نهاده شده. ربط اعتقادی مسجد اقصی برای مسلمان ها این هم یک ربط اعتقادی داره، ربط معنوی داره، چون که نخستین قبله مسلمان ها مسجد اقصی بوده. وقتی که الله سبحانه و تعالی در دهم بعثت در شب اسرا نماز را برای امت مسلمه فرض گردانید، امتان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به مدت 3 سال در مکه و 16 ماه در مدینه به طرف مسجد اقصی نماز می‌خواندند. بعدا این آیه نازل شد که فول وجهکم حیث خرجتم من این آیه نازل شد که حیث ما کنتم فول وجوهکم شطره. این آیه نازل شد شما رویتان را به طرف مسجد حرام بگردانید. یعنی قبله منسوخ شد، یعنی شما طرف قبله نماز بخوانید. و دومین مسجدی که روی زمین وضع شده است. حدیث رسول نازنین صلی الله علیه و سلم است. وقتی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پرسان کردند، گفتند که کدام مسجد بار اول وضع شده؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت که المسجد الحرام. یعنی مسجد حرام نخستین مسجدی که روی زمین وضع شده. سپس اصحاب رسول خدا گفتند که ثم ای، سپس مسجدی که بار دوم در روی زمین وضع شده یا بنا نهاده شده کدام مسجد است؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت که المسجد الاقصی. این دومین مسجد و دومین مرکزی که عبادت الله میشه در روی زمین با واسطه دست مبارک حضرت ابراهیم خلیل الله وقتی که جور میشه و بنا میشه مسجد اقصی میباشه. اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پرسان کردند در بین اینها چقدر فاصله است؟ در بین مسجد اقصی و مسجد حرام که دو مسجدی که نخست بار وضع شده، اولا مسجد حرام، دوم مسجد اقصی وضع شده، بنا شده، در بین هر دو چقدر فاصله می باشه؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت که 40 سنه، 40 سال. نخست بار توسط حضرت ابراهیم خلیل الله با همکاری فرزندش حضرت اسماعیل السلام مسجد حرام در روی زمین نهاده شد، وضع شد و بنا و تأسیس شد. و بعد از 40 سال مسجد اقصی با واسطه حضرت ابراهیم علیه السلام با فرزندش یعقوب و نوش همچنان اسحاق مسجد دومین در روی زمین مسجد اقصی وضع شد. و سومین حرم است که در روی زمین ما 3 حرم داریم. یکی مسجد الحرام است، دوم مسجد نبوی صلی الله علیه و سلم است که در مدینه قرار داره و سومین مسجدی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم اون مسجد را به نام مسجد حرم قرار داده. یعنی اکرام و عزت مسجدی که در مرتبه سوم و دوم قرار داره مسجد اقصی است. حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم لا تشد الرحال، شما بارهای خدا بندیل خدا نبندید. یعنی معناش این است که هر مادامی که یک انسان سفری کنه یک جا اگر طلب راحت کنه اونجا نماز میخونه یا طلب کاری میکنه، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت شما اگر سفر خود را یا بندیل خود را میبندید فقط در 3 محل، یکی مسجد الحرام، دوم که مسجد الاقصی،
گفت که مسجد هذا، سوم مسجد اشاره کرد گفت که مسجد من مسجدی که در مدینه منوره قرار داره، چون که خیلی فضیلت زیادی داره. حتی حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است اگر اشخاصی که اگر در مسجد اقصی نماز میخوانه 100,000 مرتبه از مسجد در دیگر مسجدها که نماز میخوانه، این فضیلت ثواب زیاد است. از این دانسته میشه ربط مسجد اقصی برای ما مسلمان ها خیلی ضرور بوده. این ربط اعتقادی داره، ربط معنوی داره. ما مسلمان ها مانندی که مسجد حرام را دوست داریم، مسجد نبوی را دوست داریم، احترام اکرام مسجد حرام برای من شما ضروری است که مثل که از مکه از بیت الله که دفاع کنیم، باید ما از مسجد حرام همچنان اکرام و همچنان احترامش را داشته باشیم. دقیقاً چندین بار خود فلسطین فتح شده توسط مسلمان ها و غیر مسلمان ها. در رابطه به تاریخ خود فتوحات اگر بگویی برامون. البته مسجد اقصی قبل از اینکه مسلمان ها در مسجد اقصی هجوم بیاوره و فتح را که در مسجد اقصی بیاره، مسجد اقصی چندین بار زیر حملات دشمنان اسلام قرار گرفتند، چه یهودیان، چه صلیبیان، چه صهیونیستان و امثال اینها. دو تفاوت یا دو گزینه‌ای که در بین آیا ورود مسلمان ها چگونه بوده در مسجد اقصی و ورود غیر مسلمان ها در مسجد اقصی چگونه بوده، خیلی تفاوت زیادی کامل داره. شما حالا هم میبینید مسجد اقصی زیر بمبارد دشمنان اسلام صهیونیستان قرار دارند و در صفحات تاریخ هم ثبت شده. اگر ما صفحات تاریخ را ورق بزنیم میگریم میدانیم میفهمیم که دشمنان اسلام هر زمانی که هجوم آوردن به مسجد اقصی حملات گسترده انجام دادن، طفلان معصوم را به شهادت رسانیدن، زنان را به شهادت رسانیدن. قبل از اینکه در زمان نخستین فتح، اول این رو برای شما بگم، نخستین فتح مسجد اقصی واسه رسول خدا صلی الله علیه و سلم است، ولی این فتح معنوی بوده. چرا؟ به خاطری که الله سبحانه و تعالی وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دستور میده که از مسجد حرام به مسجد اقصی برو، و در مسجد اقصی میره و در آنجا امامت میکنه برای پیغمبرها، این یک فتح معنوی است. نخستین بار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم داخل مسجد اقصی می شود، در آنجا بعدا نزد الله سبحانه و تعالی میره، در مسجد اقصی برای دیگر پیغمبرها امامت میکنه و این فتح معنوی است. بعد از 20 چند سال مدت بعد توسط حضرت عمر رضی الله تعالی عنه مسجد اقصی فتح میشه. اونم در سرکردگی حضرت عمرو ابن عاص وقتی که اطراف اکناف مسجد اقصی را فتح کردند. سپس وقتی که دشمنان اسلام صهیونیستان و عیسوی ها دانستند که حالا راه دیگری نداریم، آنها صلح را پیشنهاد کردند. آنجاست حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سفرنیوس پاپ اعظم همچون عیسوی ها بودند، کلید مسجد حرام را برای رسول اکرم صلی الله برای حضرت عمر ابن خطاب رضی الله عنه تسلیم میکنه. وقتی که داخل میشن حضرت عمر همه را اونها با امن نگه میداره، حتی عیسوی هایی که جنگ میکردن، حتی صهیونیست هایی که جنگ میکردن، آنها را بسیار با امنیت کامل زیر عدالت قانون الهی قرار میدهند. ولی دشمنان اسلام وقتی که ورودی داخل مسجد اقصی میشوند، آنها به همچون وحشیانه، بسیار غاصبانه، بسیار مسلمان ها را آنها زیر قتل و غارت خود میگیرند، حتی اینکه مال مسلمان ها به غارت میگیره. از زمان حضرت عمر رضی الله تعالی عنه که چند بار ورود شده از سوی غیر مسلمان ها؟ با واسه غیر مسلمان ها قبل از اسلام که چندین بار شده. درست. ولی بعد از او یک زمان بعد از حضرت عمر رضی الله تعالی عنه تا زمان صلاح الدین ایوبی تقریبا 88 سال در زیر سلطنه همچین دشمنان اسلام قرار داشت. درست. و بعداً با واسطه شخصی که به نام صلاح الدین ایوبی از قوم کرد که وقتی که به دنیا حضور می‌یابد، یک از فرزندان رشید امت مسلمان مجاهد، وقتی که در سنگر در صف جهاد می‌براید، آنجا سرزمین اقصی، مسجد اقصی فلسطین از اشغال صهیونیستان و دشمنان اسلام نجات. بار دیگر امروز که ما شما می‌بینیم زیر اشغال دشمنان اسلام و صهیونیستان قرار داره. ولی بعد از که زمان حضرت عمر رضی الله تعالی عنه که مسجد اقصی که فتح می‌شود، از مدت 636 تا 1099 در سلطنه مسلمان ها بودند. بعد از او دشمنان اسلام، یهودیا، رومیا، همه اروپایی هجوم می آوره. میگه در یک روز بیشتر از 80,000 مسلمان را از دم تیغ اونها میگذرانه، چه یتیمان، فقرا، مساکین، تمام مظلومین را آنها به شهادت میرسانه و وارد همچون مسجد اقصی میشن. در رابطه با دشمن تاریخی ما و شما که از شروع اسلام عزیز با پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم دشمنی را آغاز کردن، در رابطه با قوم یهود که دشمنی چگونه است که تا امروز ادامه داره؟
دقیقاً قوم یهود بدترین دشمن مسلمان ها بوده، ولی افسوس میخورم امروز مسلمان ها دشمن سرسخت خود را نشناخته. نمیدونم چرا باور به الله ندارن یا باور به قرآنی که با پیغمبر مصطفی صلی الله علیه و سلم نازل شده. حالا اینکه نص صریح قرآن است لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، از شما یهود و نصارا هرگز راضی نمیشوند. این نه صریح قرآن است. تا مادامی که شما دین خود را مبدل نسازین، دین اسلام را ترک کنید، به دین یهودیت و نصرانیت برید. قانونشان را بله اینجا همچنان در آیه دیگر می ولات جدن اشدهم، یعنی شما دریافت میکنین همچون یهود و نصارا بدترین دشمن با خود. امروز چرا مسلمان ها یهود و نصارا دوست خطاب میکنه؟ مادامی که رسول اکرم یک دو داستان خیلی مختصر ولی جواب همچون سوال شما را میدهد. مادر رسول خدا صلی الله علیه و سلم حضرت رسول خدا صلی الله علیه و سلم را به حلیمه سعدیه تسلیم میکنه. وقتی که به حلیمه سعدیه تسلیم میکنه، همه اوصافی که در حین ولادت برای بیبی آمینه مادر رسول خدا صلی الله علیه و سلم نمایش داده شده بوده، برای حلیمه سعدیه اون اوصاف را بیانگر میشه. روزی از روزها حضرت حلیمه سعدیه رسول خدا صلی الله علیه و سلم در آغوش داره، همچون اوصافی را یک یهودی ها تعدادی از یهودی ها وقتی که از نزد حضرت حلیمه سعدیه عبور میکنن میگذره، برای یهودی ها میگه شما چی گفتنی دارین درباره همچون طفلی که در آغوشی من همچون دارای همچون اوصافی است. وقتی این اوصاف را میشنوه میگه قتل این واجب است، خامخا ما باید ایرا بکشیم. حالا این که رسول خدا طفل معصومی بود، طفلی بود که اصلا در آغوش حضرت حلیمه سعدیه بوده، ولی اون یهودی ها میپرسه آیا این یتیم است؟ اما حلیمه میترسه که مبادا این همچون طفل نازنینی که برای من امانت است ایرا اونها به شهادت برسانه. میگه نه یتیم نیست، من مادرش هستم و پدرش اونجا هست. داستان دیگری که حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها میفرماید این دختر ابن اخطب است. مرا میگفت ابن اخطب خیلی دوست داشت، همیشه وقتی خانه می آمدم از دیگر فرزندان خود را کنار میگذاشت، مرا در آغوش خود میگرفت. روز از روزها رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در قبا آمدن. وقتی که اینها هم رفتن، بعدن که آمدن از قبا اینها هم به خاطر دیدار رسول خدا رفتن، در خانه برگشتن. ابن اخطب به امرای ابو یاسر خیلی خسته، خیلی اندوهگین. ابن اخطب یکی از جمله علمای بزرگ یهود بود، یکی از جمله احبار بزرگ یهود بودن. در خانه حضرت صفیه میفرماید ابو یاسر به ابن اخطب میگه که ای ابن اخطب، میگفت آیا رسولی که موعود است در تورات خواندیم آیا همین محمد است؟ ابن اخطب میگه بله همین محمد است. وقتی که این سخن را میگه آیا اوصافی که در تورات موجود بود در مورد آخرین پیغمبر آیا ایرا در همچون شخصی که به نام محمد امروز در قبا آمده بود آیا دیدی؟ ابن اخطب میگه بله دیدم. میگه حالت تو چگونه است؟ آیا که یک دانشمند بزرگی هست از تورات خبر داشت؟ خب اوصاف رسول خدا را هم میدونست. گفت که با والله، گفت قسم میخورم، گفت تا وقتی که زنده هستم دشمنی به همچون شخص میورزم. این تعصب نجات پرستی همچون یهودی ها بودن. این هدف این است که یهودی ها یک قوم نجات پرست و کسی هستند که خود را در دنیا برتریت میبخشه، دانسته حق را قبول نمیکنن. خیلی خوب جناب استاد، در رابطه با یک موضوع میخواستم که موضوع خیلی مهم است بدانم، معلومات شما را داشته میباشم که هدف اسرائیل از اشغال فلسطین چیست؟ اونا چی هدف دارند؟ جنبه سیاسی را کنار گذاشته، موضوعات سیاسی همیشه غلاف میباشه برای هدف اصلیشان، و جنبه اصلی هدف اصلیشان چی است؟ هدف اساسی یهودی ها و دشمنان اسلام از سرزمینی که آنها میخوان اشغال کنند گسترش و توسعه دادن همچنین دین یهودیت هست. درست. حالا شما میبینین سرزمین مسجد فلسطین 27,000 کیلومتر مربع است، یعنی تقریبا 61 مرتبه ایران حدود کیلومتر مربع یا ساحه ایران بالاتر از فلسطین است. درست. حالا یک کشور کوچکی که در آسیا قرار داره، ولی همه دشمنان اسلام، یهودی ها، همچون نصرانی ها، عیسوی ها، همه هجوم آوردن. هدف اولیشان این است که آنها همان هدف شوم پلیدی که در ذهن دارن، میخواهند حکومت یهودیت نصرانیتی که باطل شده و منسوخ شده خدا دوباره در سرزمین گسترش بده. شما پرچم اسرائیل رو میگرین، در بالا یک خط، دو خط آبی داره. درست. ستاره 6 ستاره، بالا دو خط آبی داره، ولی اونها یک هدف شومی داره. حتی ای که اونها شعار میدانند در مکاتب ها، اونها در شاگردان خود درس میدهند، یعنی ما از فرات دو بحری است که ما حکومت ما باید از این بحر تا فرات و نیل همه باید گسترش داشته باشه. هدف دومی اونها این است که این سرزمین مقدس، سرزمینی که میگه که حضرت عیسی علیه السلام، دیگه گرچه سوال شما این چی بود، ولی امروز
رئیس جمهور اسبق اسرائیل یک سخنرانی داشت در یک کنفرانس بزرگ. درست. میگفت سرزمین بیت المقدس سرزمین ما هست، از اسرائیلی هاست. چرا؟ قرآن خودش گفته یا قوم ادخل الارض المقدسه. حضرت موسی به قوم خود زمین داخل سرزمین مقدس شوین. ولی این جواب را که اونها میگوید از قرآن با خود استشهاد دلیل میگوید، ولی اونها کور خوانده. چرا؟ شما میدونین در زمانی که الله سبحانه و تعالی حضرت موسی هم گفت که قومت را بگو که داخل همچون مسجد اقصی یا در سرزمین مبارک شوند، اونها چی گفتن؟ در اینجا جبارین است، کسایی است که ما نمیتون در مقابل اونها برزمیم. حتی با این قدر سخن بی‌ادبی خود به طرف حضرت موسی گفتن که یا موسی انت و ربک فقاتلا، تو به امر پروردگار داخل مسجد اقصی در سرزمین فلسطین و سرزمین اقصی داخل شو، در مقابل اینها برزمین. شما ببینید در فساد تنها به یک فسادی اونها 40 سال الله سبحانه و تعالی سرزمین مبارک را همچون اسرائیل ها محروم ساخت. و بعدن که اونها فساد کردن، موسی سامری همچون بوتی را جور کردن، اونها پرستش کردن، خدای خود قرار دادن، از ایمان روگردانه الله سبحانه دائم ابدالابد اونها را از همچون سرزمین مبارک اونها را برطرف ساخت. درست. بیم یک سوال که خیلی مهم است، به خاطر میمونای دیگه منتظر هستند. سوال مهم است، یک معلومات بگیرید کوتاه اگر جواب بتین ولی هدف را برسانین که چرا پیامبر گرامی اسلام مستقیم به شب اسراء و شب معراج نرفت از خود همون جایی که تعیین شده بود، رفت به مسجد الاقصی؟ سفر تاریخی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از مسجد الحرام به مسجد اقصی برای من شما یک سخنی را، یک نکته را اشاره داره. چرا رسول خدا صلی الله علیه و سلم مستقیما از مسجد الحرام نزد پروردگار عالم بالا نرفت ولی از مسجد الحرام به مسجد اقصی رفت؟ یک ربط معنوی داره، چون که اشاره به این میکنه نص صریح قرآن که قبلا برای شما خواندم در سوره اسراء آیه اول، یعنی مسجد حرام مانند مسجد اقصی هست. درست. مانندی که برای مسلمان ها یک جای مقدس مسجد حرام است، مسجد اقصی هم یک جای مهم و جایی که خیلی ارزش بالا داره. مانند دفاع و اشاره به این میکنه چنانچه که دفاع حرم مسجد الحرام برای انسان ها ضروری است، دفاع کردن از مسجد اقصی هم برای مسلمان ها ضروری است. امروز مسلمان ها وقتی مسجد حرام میروند در گرد کعبه طواف، اونها طواف میکنند ولی مسجد اقصی را فراموش کردن. امروز شما میبینید خواهران ما شهید میشن، فرزندان ما شهید میشن، طفلانی که معصوم از شبها وقتی که در خواب میشن ولی صبح که جسد مبارک آنها بیرون میشود. مادری که 3-4 فرزند داره همه در راه الله شهید میشوند. ما امروز میبینیم در حالت فقارت و گریستگی آنها، ولی بیشتر از 600 روز میباشه اونها همچون سختی ها را قبول دارن، زحمات را قبول دارن. ولی مسلمان ها باید دیگه مانند که دیگه مسجد حرام چه جایگاهی داره، مسجد اقصی همچین جایگاهی داره، این رو باید بدانم. درست. خیلی کوتاه، وظیفه ما مسلمان ها در قبال قدس چیست؟ وظیفه ما مسلمان ها اولا این است که ما ارزش جایگاه قدس را بدانیم. اکثر مسلمان ها امروز جوانان نمیدونه که مسجد اقصی چگونه است، یا فرزند سرزمین فلسطین چه سرزمینی بوده، چه ربطی به ما داره. دوم این است که امروز ما مسلمان ها از قلبا دوست داریم. جهاد همیشه برای مسلمان ها فرض بوده به خاطر دفاع و به خاطر اینکه حریم مسلمان ها محفوظ بداره. امروز از آه صدای خواهران مادران فلسطینی که ما شنیده می شود، امروز مسلمان هایی است که دوستی با یهود دارند، دوستی با نصارا دارند، در یک جا نان میخورند، ولی حکام عربی که شما امروز میگرین، افسوس بر حال اونهایی که امروز فرزندان مسلمان و رشید امت مسلمان اونجا شهید میشه و جام شهادت میشه ولی اونها میخنده. ولی وظیفه ما مسلمان ها این است که ما همیشه دعاگو باشیم. اگر توان هیچ کاری نتونیم، اقلا میتوانیم کمک یا همچون دیگه همکاری داشته باشیم. درست. یک صدقه، یک هدیه برای آنها بفرستیم، برای ما وظیفه بزرگی است. در آخر هیچ کاری نتوانستیم، اقلا ما در نمازهای تهجد در 5 وقت دعا کنیم، دست خدا برداریم بلند کنیم، خدایا این سرزمین مقدس خدا از همچون دست اشغال آمریکا و یهود و نصارا این را دور بساز. خیلی سپاسگزار هستم. تشکر از حضورتان، تشکر از معلوماتتان جناب استاد نصرت الله وفایی که در رابطه با فلسطین و اینکه با مسلمانان چی ربط دارن معلومات دادین. سلامت باشین. تشکر از حضورتان. خیر باشین.